تو گفتی که هر کسی مثقال ذره کبر در دلش باشه در بهشت نمیره و بوی بهشت نمیشنه، ولی من دوست دارم که لباسم قشنگ باشه، نعلینم زیبا باشه. آیا اینم از کبره؟ نه. گفت ان الله جمیل یحب الجمال. خدا زیباست، زیبایی را دوست دارد. خانه قشنگی داری، مبارکت باد. ماشین قشنگی داری، مبارکت باد. زندگی شادی داری، لباس تمیزی داری. باور بکنه پیامبر الله بود در جمع ما، لباسشو اتو میکرد، کفششو باز میکرد. کسی که 1400 خورده این سال پیش هر سفری که میرفته 4 چیز همراهش بوده: یکی آینه، یکی شانه، یکی مسواک، یکی بوخوشی. این 4 چیز تو سفر همیشه همراهش بوده: آینه، شانه، بوخوشی، مسواک. وقتی با قافله میرفت نزدیک شهر که میشد ایست میداد، یک پایین. ما سر و کلمون لباسمون همه خاکالوده، غبارالوده. سفر با شتر و پیاده تو این بیابونها. ما میخواهیم که روبروی مردم بشویم، چهره به چهره، دهن به دهن، چشم به چشم با هم، صورت به صورت سلام بکنیم، حرف بزنیم، لبخند بزنیم. با این صورت غبارالود، با این دهانی که پر از گرد و غباره، دستور میداد آفتابه بیارید، آب بیارید. وضو میگرفت، سر صورتش میشد. سنت اینه که انسان وقتی وضو میگیره، اگر معذور نباشه، سرمای شدید نباشه، با دستمال اعضای وضوشو خشک نکنه. پیامبر فرموده با آخرین قطره آب وضو که از صورت میچکه، آخرین چرک گناه از صورت میچکه، صورت نورانی میشه. سبحان الله. و با آخرین قطره‌ای که از دستان میچکه، آخرین چرک گناهی که با دست انجام دادی میچکه. سبحان الله. وضو میگرفت، مسواک میزد، بعد میگفت آینه بیارید. سبحان الله. آینه میگرفت، شونه میکرد. ما میخوام روبروی مردم بریم، با صورت پریشان و سر پریشان و ریشی، هر کدوم به طرفی رفته. اینطوری خوبه؟ اینطوری به نظر شما خوبه؟ من میخوام بیام به شما سلام بکنم، خوبه به نظر شما؟ بگن چه نگاه بکن، یه شونه ای نبود؟ خوبه؟ توهین به شما نیست؟ اسلام دین زیبایی، زیبایی رو به نمایش گذاشته. و انک لعلی خلق عظیم، بعثت لاتمم مکارم الاخلاق.